درود بر شما بینندگان عزیز و گرامی. آغاز بهره برداری از فاز دیگر کانال بزرگ قوشتپه در افغانستان. کانال قوشتپه یکی از بزرگترین کانال های انتقال آب در افغانستان به شمار می رود که از ولسوالی بخشداری یا کالدار در ولایت بلخ شروع شده و تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب امتداد پیدا خواهد کرد. این کانال آب آمودریا را با طول 285 کیلومتر با پهنا و عرض 108 متر و عمق 8.5 متر و با توانایی انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه می باشد که 550,000 هکتار زمین کشاورزی را در مسیر خود آبیاری خواهد کرد.